صلحبانان. قسمت اول، نخبگان. همین الان بهمون اطلاع دادن که دستگاه بسیار خطرناکی توین انباره و سیاه‌زره‌های زیادی داخلش پنهان شدن. هدف این مأموریت حذف این خطره. اسم رمز مأموریت جی سیاه. تا 5 دقیقه دیگه میرسم. بچه‌ها آماده شید. بله قربان. ممنون. اما با تا آماده رفتنم. آغاز برنامه آزمایش آموبات. برنامه آزمایش آغاز شد. آموبات 1 وضعیت عادی، نصب اسلحه. آموبات 2 وضعیت عادی، نصب اسلحه. آموبات 3 وضعیت عادی، نصب اسلحه. آموبات 4 وضعیت عادی، نصب اسلحه. آموبات 5 وضعیت عادی، نصب اسلحه. اسکی یواشکی برو تو انبار و در ارتفاع بالاتری بیس. من و اس آر جلو میافتیم و پناه میگیریم. سعی میکنیم دستگاهو پیدا کنیم. تیل دور بزن و دشمنو قیچی کن. بیتی یه نقطه دید دفاعی پیدا کن تا بتونی سیاه‌زره‌های بیشتری رو از بین ببری. تکرار میکنم ساعت الان 5:30 است. ما میخوایم خطر رو در عرض 10 دقیقه از بین ببریم. بله قربان. بله قربان. ادامه بدید. کاپتان، تعداد زیادی سیاه‌زره دارن به این سمت میان. تیل از نرچک پارسی برای کاهش سرعت دشمن استفاده کن. دارم میام.
اسار دستگاه رو پیدا کردم تو منطقه D3. بیتوی منو تو سیاه‌زره‌های باقی مونده رو از بین میبریم تا SR بتونه دستگاه خطرناک و غیر فعال کنه. آکشمال میل. تمام سیاه‌زره‌ها رو از بین بردیم و دستگاه رو غیر فعال کردیم. امروز 20 ثانیه سریع‌تر بود. پروفسور چین نظر شما چیه؟ 3 دقیقه برو عقب. چشم پروفسور. بذار دوباره اونو ببین. اون مشکل زودتر از اونی که انتظار داشتم اتفاق خواب آموزش برای امروز بسته. همتون مرخصی. خودم میتونستم انجامش بدم. لازم نبود کمکم کنی. فقط میخواستم تمرین رو تموم کنم. اینجا یکم سرده. دوباره شما دارین در مورد اینکه کی چند تا شلیک اضافه کرده بحث میکنین؟ آره؟ میخوام توانایی مارتی تو پیشبینی رو دوباره آزمایش کنم. باید ازش بپرسم صبحونه چی میخورم یا تیل جوراب چه رنگی پوشیده. لطفاً حداقل کاری کن که مارتی چیز مفیدی پیش بینی کنه. مثلا چی؟ بیایید ازش بخوایم پیش بینی کنه که امروز چند تا شنا میرن. خب بچه‌ها وقت رفتنه. چرا لطفاً صبر کنید. نظرتون چیه؟ منظورت دقیقاً چیه؟ دارم در مورد این مشکل صحبت میکنم. اصلا حواستون هست؟ تمرین تموم شد؟ بله، حالا کیه که توجه نمیکنه؟ انتظار نداشتم مشکلات مهمات در این مرحله پیش بیاد. به نفعتونه که الان ازش سر در بیاریم وگرنه بعداً ضرر میکنه. خوش بگذره. صبر کنید. ژنرال زود نرید. منو تو حل کردن این مسئله تنها نذارید. ممکنه صلحبانان جهان بهترین زره دفاعی تو آموباد داشته باشن، اما بازم باید توانایی تهاجمیمون رو بهبود بدیم. اصلا حواستون به من هست؟ دوباره خواب موندی؟ آره. میدونه که مارتی هرگز سر وقت نمیاد. بهش عادت میکنید. از دست بچه‌های امروزی. میدونی من ساعت 5 صبح بلند میشدم ورزش میکردم. به تدریج بهتر میشه. هر کسی باید علاقه‌شو پیدا کنه. بعدش زندگی شتاب میگیره. خیلی متاسفم. دیشبم بیدار موندی یا بازی کردی؟ صبحش مارتی بیا بریم. اون بازی جدید بیتی رو تمام کردم. فقط مشغول بازی کردنی. مارتی میتونی حدس بزنی چی توی این جعبه هست؟ داری برای صبحونه آب نبات میخوری؟ اشتباه برداشت کرد. حسنی درست برداشت کرد یا نه؟ درست گفتی. پس چرا اینقدر ناراحت به نظر میرسی؟ امروز صبح خواب انفجار زمین رو دیدم. اگه واقعی باشه چه اتفاقی میفته؟ باید چیکار کنیم؟ انفجار؟ گفتی زمین؟
صبر کن، پس منظورت اینه که آخر دنیاست؟ هی بچه‌ها یه ثانیه صبر کنید. تمام آزمایش‌ها نشون میده که مارتی همیشه درست نمیگه. یادتون هست؟ اون جزئیات همیشه درست نمیگه، ولی به هر حال اتفاق میفته، فقط نمیدونیم که یا چطور. مارتی زمان اتفاق افتادنشو دیدی؟ نه، فقط دیدم که زمین منفجر میشه، بعدش بیدار شدم. تا الان چیزی تا این حد جدی ندیده بود. آره، قبلا میدید که چه کتابی میخوایم براش بخریم یا صبحانه چی میخوریم و اینجور چیزا. شاید سیاه‌زره‌ها یه جوری به این مسئله ربط داشته باشن. پس از جمع‌آوری داده‌ها از شانس شبیه سازی مبارزه، آموبات انتظاراتو برآورده نکرده. زره بیرونی آموبات از یک آلیاژ جدید ساخته شده. مقاوم در برابر حرارت و زنگ زدگیه. سبک وزن و با دوامه، نمیشکنه و داخلش یک لایه از شرمه که کار عضلات مصنوعی میکنه. در برابر فشردگی، حرارت، سرما مقاومت میکنه و میتونه کارکردهای بدن کاربر و افزایش قابل توجهی بده. انرژی آموبات از راکتور هسته‌ای ایزوتروپ میاد. سبک و کارآمده. انرژی واحدهای هیدروژن 4 برابر بیشتر از سوخته. سنسورهای چند منظوره میتونن گرما، ارتعاشات، امواج الکتریکی و نور رو تشخیص بدن که پیدا کردن دشمن آسون میکنه. 3 موتور جت سرعت زیادی رو تامین میکنن که زمان واکنش خوبی ایجاد میکنه، اما توانایی مبارزه پایدارش مشکلیه که باید فوراً حل بشه. مرحله 1 بهبود اسلحه است. نگران نباشید، بذاریدش به عهده من. ژنرال، کاپیتان LM باید با شما صحبت کنه. ژنرال جان، مارتی خواب انفجار زمین رو دیده. چی؟ یه شهاب سنگ قراره به زمین برخورد کنه. با بخش هوانوردی و فضایی تماس بگیرید. چشم. اطلاعات دقیقی دارید؟ نه قربان. الان نمیتونه پایان دنیا باشه. خیلی کارم مونده که باید انجام بدم. این مسئله هنوز تایید نشده. باید محرمانه نگهش داریم تا از ایجاد وحشت و تجمع جلوی این همون صداییه که شنیدم. ژنرال برگردید به پایگاه. بله کاپیتان. پس این بوده. ژنرال جان چه اتفاقی افتاد؟ حالمون همه اینجا خوبه، نگران نباشید. مارتی اینا تصاویری که دیدی؟ بله دقیقاً همونه. این فقط یه کره است، نه زمینه در حال انفجار. یه نفر رو میارم که بررسیش کنه. فکر میکنم یه اتصالی کوچیک باشه، پس نگران نباشید. پس هشدار اشتباهی بود. مارتی واقعا ما رو ترسوندی. من یه حسی دارم. احساس میکنم معلمت قراره تنبیهت کنه. داره دیرم میشه، احسار کمکم کن. مشکلی نیست، این اولین بار نیست. همگی محکم بشین. نه دوباره نه. اجازه بده من اول بشینم. وای، SR داره با نهایت سرعت از کوه پایین میره. احسار میتونی یکم جلوتر پارک کنی؟ خب چرا؟ نمیخوام انقدر جلب توجه کنم. همه دارن به ما نگاه میکنن. اینطوری راحت نیستم. کسی داره اذیتت میکنه؟ نه مشکلی نیست، اما هیچکس با من بازی تو نمیکنه. میتونی دوستای زیادی پیدا کنی و باشون بازی کنی. به محض اینکه سیاه‌زره‌ها رو از بین ببریم و تو در خطر نباشی، اون وقت میتونی آزاد باشی. اما توانایی پیشبینی من خیلی مفید نیست. چرا باید بخوان منو بدزدن؟ از توانایی دیدن آینده بدم میاد. فکر میکنین توانایی پیشبینی مارتی بیفایده است؟ چطور ممکنه بیفایده باشه؟ بیشتر مردم دوست دارن اون توانایی رو داشته باشن. میتونه هر روز رو پیش بینی کنه. بچه‌ها سخت نگیرین، باید از تواناییش برای کمک به مردم استفاده بشه. پس چرا سیاه‌زره‌ها میخوان مارتی رو بدزدن؟ خب قطعا نیتشون این نیست که از تواناییش تو کار درست استفاده. ای کاش میتونستیم از بین ببریمشون. دوست دارم بدونم چقدر قدرت دارن. میتونیم شکستشون بدیم؟ تو سوالای زیادی داری. از SK بپرس. اون تنها فرد بین ماست که با سیاه‌زره‌ها مبارزه کرده. منم میخوام جواب تمام اونها رو بدونم. من فقط یه بار با اونا مبارزه کردم. اگر شکست دادن سیاه‌زره‌ها اونقدر آسون بود، صلح‌بانان جهان تشکیل نمی‌شد. حق با اسکیه. باید برای تشکیل صلح‌بانان جهان و اینکه این همه آموزش ویژه دیدیم دلیلی وجود داشته باشه. ژنرال، صلح‌بانان جهان آماده. مارتی؟ استاد مارتی تو وسط امتحانی؟ تمومش کردم. نه؟
همشو تموم کردی؟ آفرین. دفعه بعد برای مطالعه تا دیر وقت بیدار نمون. میتونی به استراحت ادامه بدی. جفری نبینم تقلب کنی. تقلب نمی کردم. تمرکز کن، زمان زیادی باقی نمونده. میدونم. برو به بچه تازه وارد بگو بیاد بازی کنه. فکر کنم دوست داره روش بازی کنه. بهت گفتم برو. بیا یکم ماما فوتبال بازی کن. من بلد نیستم بازی کنم. اینطوری نباش. میخوای معلم فکر کنی که ما نمیخوایم با تو بازی کنیم. میدونم که همینو میخوای. فکر کنم تو نمیخوای با ما بازی کنی. درست میگم؟ باشه سعی میکنم بازی کنم. چطوره که دروازه‌بان بشی؟ به هم اعتماد کن. دروازه‌بان ساده ترین پسته. خب آماده ای مارتی؟ من آمادم. مارتی مواظب باش. سعی میکنی از هم امتیاز بگیری یا شکستم بدی؟ فوتبال مثل امتحان نیست. نمیتونی تقلب کنی. مستفاده نیست. چرا میگی من تقلب کردم؟ تا نیم سال کوچیک‌تری، همیشه تأخیر داری، تو کلاس میخوابی، با این حال همیشه بالاترین نمره رو تو امتحان میگیری. پس اگه تقلب نمیکنی دلیل این مسئله چیه؟ برای اینکه من مطالبو میدونم، چون تا دیر وقت بیدار میمونم و درس میخونم. داری کیا دست میندازی؟ میگم که داری تقلب میکنی. نه نمیکنم. میکنی. گفتم تقلب نمیکنم. باشه اگه بتونی یه توپو بگیری باور میکنم که تقلب نمیکنی. خب اگه یه مقدار برای تمرین وقت داشته باشم مطمئنم میتونم. میخوای تمرین کنی؟ چقدر زمان میخوای؟ یه سال یا 10 سال؟ یه هفته. بعد از یه هفته هر چی به سمتم شوت کنی میتونم بگیرم. اگه نتونی باید اعتراف کنی که تقلب کردی. باشه. همه اینجا شاهدن. خیلی دیوونم. باید یه هفته ای تبدیل به یه دروازه‌بان عالی بشم. هر روز تمرین میکنم. شما مربیای من میشید. خیلی سنگینه، سبکترش کن. به هیچ وجه وقت کافی ندارم. مارتی معلومه که خسته شدی، یه کمی استراحت کن. به هیچ وجه لازم نیست، زمان کافی ندارم. بچه ها باید برنده شم. در غیر این صورت باید بگم تو امتحانم تقلب میکردم. مارتی من خوبم، ادامه بدی. برای اینکه دروازه‌بان خوب باشی نیاز به تمرکز داری. باید به جهت ضربه فکر کنی، در غیر این صورت نمیتونی بگیری. ادامه بده. مارتی سخت نگیر. دوباره اسکی ادامه بده. تمام تلاشمو میکنم. بسه فعلا تمومه. نمیتونی جلومو بگیری. اگه میخوای تمرین کنی اول باید استراحت کن. ای وای دیدم سیل یه پل بزرگو شکست. چی؟ یه سیل؟
آنچه در برنامه بعد خواهید دید. مارتی گفته یه پل شکسته دیگه. میتونی برام نقاشیش کنی؟ یا دوباره امتحان کن مارتی. چرا مجبورش میکنی؟ چیزی هست که نمیخوای به ما بگی؟ فقط نگران اینم که هر چی دیده ممکنه به زودی اتفاق بیفته. LM فقط داره به خاطر اتفاقی که برای پدرش افتاده اینطوری واکنش نشون میده. حدس میزنم مضطرب شده باشه چون نمیخواد اون حادثه دوباره اتفاق بیفته.